10 تا از بزرگترین سازه‌های معماری جهان. سلام به دوستان و همراهان گرامی ما. دوستان گرامی، تا آخر ویدیو با ما باشید، چون ما امروز شما را با 10 تا از بزرگترین سازه‌های معماری جهان آشنا می‌کنیم. قبل از اینکه شروع کنیم، برای حمایت از ما ویدیو را لایک و سابسکرایب نمایید. و حالا 10 تا از بزرگترین سازه‌های معماری جهان. شماره 10، سیتی تاور. این ساختمان بزرگ در پکن چین قرار دارد. ارتفاع آن حدود 528 متر است. هزینه ساخت آن از 1.5 الی 2 میلیارد دلار برآورد شده است. شماره 9، تیانجن. این ساختمان بزرگ هم در چین قرار دارد. تقریباً 530 متر ارتفاع دارد و از هزینه ساخت این ساختمان آمار دقیق در دست نیست. شماره 8، گوانگژو. این ساختمان بزرگ هم در چین قرار دارد. حدود 530 متر ارتفاع و هزینه ساخت این ساختمان 1 میلیارد و 400 میلیون دلار گزارش شده است. شماره 7، وان ورلد ترید. این ساختمان بزرگ در نیویورک آمریکا قرار دارد. 541 متر ارتفاع دارد و هزینه ساخت این ساختمان حدود 4 میلیارد دلار است. شماره 6، برج دنیای لوت. این برج در سئول کره جنوبی موقعیت دارد. ارتفاعش 555 متر است. هزینه ساخت این برج 3.5 میلیارد دلار تخمین زده شده است. این برج 123 طبقه دارد و همچنان نقش مهمی در اقتصاد کره دارد. شماره 5، مرکز مالی پینگ آن. این ساختمان بزرگ در شنژن چین قرار دارد. 599 متر ارتفاع دارد و هزینه ساخت آن 1.5 میلیارد دلار گزارش شده است. شماره 4، مکه رویال کلاک یا برج ساعت مکه. این برج در مکه عربستان سعودی قرار دارد. 601 متر ارتفاع دارد و هزینه ساخت این برج مبلغ همگفت گزارش شده است، حدود 16 میلیارد دلار. این برج نزدیک به مسجد الحرام قرار دارد و برای خدمت به زائران طراحی شده است. شماره 3، برج شانگهای در شانگهای چین قرار دارد. 632 متر ارتفاع و هزینه ساخت آن حدود 2 میلیارد و 400 میلیون گزارش شده. شماره 2، برج مردکا 118. این ساختمان بزرگ در کوالالامپور مالزی قرار دارد. 679 متر ارتفاعش است و هزینه ساختش 1.5 میلیارد دلار. و حالا شماره 1 و شماره اول لیست ما را شاید همه شما حد زده باشید کدام برج است. برج خلیفه دبی در امارات متحده عربی قرار دارد. ارتفاع این ساختمان بزرگ 828 متر است و هزینه ساخت آن 1.5 الی 2 میلیارد دلار. این ساختمان بزرگ یک نماد بزرگ برای دبی تبدیل شده. خب دوستان گرامی، رسیدیم به آخر ویدیو. سپاسگزاریم که تا آخر با ما همراه بودید. اگر ویدیو مفید بود، برای دلگرمی ما ویدیو رو لایک و سابسکرایب نمایید. تا درود دیگر، بدرود.